السلام علیکم دوستان عزیز، خواهشمندیم با سوال ما مفصلتر جواب دهید. درباره ارتیش خیرات میت در یگان کتاب مبلغش معین کرده شده است یا نه؟ در محله ما یک زن جوان صاحب 4 فرزند نابالغ از کسلی دور و دراز از دنیا گذشت و پسندازی نداشت. ما خواستیم که 1 سامانی خیرات کنیم، ولی داملا و موی سفیدان گفتند که نه کم از 2 سامانی خیرات کنید که جنازه می خواندگی ها دیگر نمی آیند. ما حیران چیکار کنیم؟ خیلی همون موی سفیدی که برای 2 سامانی میاد نیاید و بهتر است. همون جنازه ای که برای سامانی خوانده شود از او هیچ فایده به میت نمی رسد. ما باید که همچو یک برادر مسلمان من گفته، همچو یک قرض و همچو یک از واجبات ایمان دانسته باید در جنازه چی خواهر باشد چی برادر باشد باید اشتراک کنیم. اگر ما به خاطر آن که وای مثال پول میدهد یا زیادتر میدهد اگر رویم، این حالت ما و شما از ثواب جنازه هیچ چیزی برخوردار نمیشویم. حبیب خدا گفتن کسی نماز جنازه میخواند 1 قیراط ثواب در نامه اعمالش نویسانده میشود. 1 قیراط ثوابش مثل 1 کوه احد که وای خیلی اندازه کلان دارد، مثل 1 کوه احد گفت در نامه اعمال شما خداوند ثواب می نویسد. کسی با سر قبر رفته دعا میکند، این حالت 2 قیراط در نامه اعمالش گفت خداوند می نویسد. که به خاطر ثواب میریم ما، به خاطر که پروردگار همه رحمت و مرحمت به نسبت این مؤمن روا ببیند. این خیل گویم که یگان جا معین شیدگی باشد که حق خیرات فلان سوم، در یگان کتاب حق خیرات گفتگی وجود ندارد. شکر خدا اینه در محله ما با سرداری همین وکیل محله حاجی رجب علی ما خودمون شکر خدا دلالت کردیم قریب از 10 جنازه ممکن 1 جنازش خیرات کند. اکثریتش مثال بینوا هستن، فقیر هستن، به خودی خاندار میبخشیمش. جنازش خوانده رفتی استی، هیچ جای گناهگاریش 1 یاردم 1 کمک میشود. این چی معنی دارد که ما 1 سومه پرتای 2 سومه گیری؟ و یاردم آوردیم ما به خاطر یاردم آوردیم. من 1 سومه آوردم دادم یا 5 سوم دادم به خاطر که همین خاندان از پول من برخوردار شود. وقتی 1 سوم دادم 2 سوم گرفتم این جبر میشود. درباره خیرات ها ما صحبت داشتیم، شما می توانید از همون کسیته ها گوش اندازید. هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا و آفتی که از آسمان می افتد البته ما و شما با خبر باشیم که کجا یک دوست خداست و در این بلا البته مبتلا می شود. حضرت شبلی رحمت الله علیه که یکی از اولیاهای متقدمین بود، وقتی که بیمار شدن و این حضرت شبلی را وقتی که بیمارخانه بردن و رفیقان او درکدار شدن که شبلی بیمار شد، برای عیادت او برای خبر گرفتن او به بیمارخانه آمدند. حضرت شبلی برای سنجش که آیا اینها دوستان اساسی من هستند یا نه، وقتی که آنها نزد این شبلی احوال پرسی کردند، شبلی بر دست خود سنگ داشت و این رفیقان خود سنگ باران کرد. این رفیقان شبلی همه بیمارخانه را ترک کردند و گریختند. شبلی فریاد زد، گفت کجا از پیش من گریختید؟ اگر شما دوستان من می شدید، اگر رفیقان من می شدید، در این بلا و عذاب من شما صبر کننده می شدید. مادامی که در این بلا و عذاب من شکر کننده و صبر کننده که نیستید، شما رفیقان و دوستان من نیستید. و سنت الهی هم همین است که ما و شما را به سنگ قضای خود، به سنگ مریضی، به سنگ فقیری، به سنگ بردن مال، به سنگ بردن فرزند میزند. نگاه میکند بنده در کدام احوال قرار میگیرد. خوش به حال آن بنده ای که در این سنگ های بلا صبر میکند و میگوید شکر به سوی ذاتی که این بلا را به سر من آورد و من در این بلا شکر کننده هستم.
جهان جای گداز دوستان است، جهان جای گداز دوستان است، زیدونی ها و دشمن بوستان است. ندید فرعون کافر درد سر را، ندید فرعون کافر درد سر را، ندید شدادیانش چشم تر را. به آدم توبه این ناظلمنا، نگر نوحش به نوحه رنج دریا. ببین جرجیس را هر روز کشتن، خلیل الله را در بین گلخن. تنی ایوب با کرمان گرفتار، تنی ایوب با کرمان گرفتار، چیسان بالود قومش داد آزاد. نگر یعقوب را در بیت الاحزان، به شمع یوسفش فانوس زندان. به فرق زکریایش اره تیز، به فرق زکریایش اره تیز، بیاض گردن یحیاش خونریز. بشد زندان به یونس بطن ماهی، بشد زندان به یونس بطن ماهی، بیابان شد کشان دریای موسی. حبیبش را کند خونریز دندان، عدوان را کند چون کلب خندان. کسی را که کند بر عشق واله، برد میلش سوی افغان و ناله. همان روزی که پیدا شد تو را رنج، بکن صبری که رنجش میدهد گنج. حضرت میگوید همان روزی که پیدا شد تو را رنج، بکن صبری که لطفش میدهد گنج. که اینجا گنج ها با اژدها است، به هر جا گل قرینی نیشی خار است. حضرت مولوی را خدا رحمت و مغفرت کند. مصرهای این همه آیت است، همه احادیث های پیغمبری خداست. کسی را کند بر عشق واله، کسی را که خدا بخواهد که خلیل خودش بگرداند، کسی را که بخواهد که دوستی خودش بگرداند، برش میلش سوی افغان و ناله. افغانی او دوست می برارد، چنان بلاهای بر بالاش میارد که داد و فریاد چه می برارد. اون زمان او را عاشقی خودش قبول میکند. حضرت میگوید همان روزی که پیدا شد تو را رنج، بکن صبرش که لطفش میدهد گنج. همان روزی که صبر، همان روزی که بلا آمد، ان الله مع الصابرین. خدای آن ما و شما چی میگوید؟ من همراه صبر کننده ها هستم. صبر کنید، خداوند همراه شماست. این بلا به سر ابراهیم آمد و شکر که ابراهیم با حکم خداوندی از این بلا خلاص شد و دشمنهای خدا بسیار خرسند شدند، نمرودی ها خرسند شدند. البته این سنت الهی است. پیغمبر خدا میگه الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا زندان مؤمن است و جنت کافر است. حضرت گوش کردیم فرعون را به عمر ندادیم دردی سر، زیرا که اون نداشت سری دردهای ما. این فرعونی که قرآن حکایت میکند گفت انا ربکم الاعلا، من خدای همه شما هستم، همین کافر، همین بدبخت خداوند دردی سر نداد. 400 سال مورخا میگن پادشاهی کرد. حضرت حافظم در دیوان خودش میگوید فرعون را به عمر ندادیم دردی سر، زیرا که اون نداشت سری دردهای ما. نمرود را ز قدرت ما مملکت رسید، قارون غنی ز قدرت به انتهای ما. ما پروریم دشمن و ما میکشیم دوست، کس را چه زهره است به چون و چرای ما.
حافظ همیشه صبر کن اندر بلا و غم، شاید که او علاج کند سر دردهای ما صبر کننده هستیم. خدایا هر بلایی که به سر ما بیاید صبر او را با ما نصیب بگردان. خدایا ما بنده های بسیار ضعیف هستیم، بنده هایی که ایمان ما بسیار ضعیف است، مثل ریسمان های خیلی باریک است. خدایا در بلاها ما را صبر کننده بگردان. خلاص ابراهیم با همراهی این دو نزدیکترین خود این قوم را ترک کردند و به سوی شام حرکت کردند. در راه قصه را کوتاه میکنیم. با بعض مشکلات ها ابراهیم رو پرو شد، با بعض پادشاه های از خدا دور نزدیک شد. حتی سارا را هم، مادر ما و شما، زن حضرت ابراهیم را از دست ابراهیم گرفتند، به نیت او را استفاده کردند. لکن شکر الهیه که آن پادشاه دست درازی به سوی سارا کردن نتوانست، بلکه دست او را معرخا میگد وقتی به سوی سارا دست دراز کرد، دست او را خداوند فلج گردانید. باز ابراهیم دعا کرد، آن دست میگد به جای خود آمد. و وقتی که ابراهیم همراه هاجر از ملک این پادشاه بیرون شدند، باز یک کنیزی داشتند که خیلی زیبا بود، هاجر. این را به سارا تسلیم کردند. در راه حضرت سارا این هاجر را در نکاح حضرت ابراهیم در آورد. این هم حکم مادر ما و شما را گرفت. وقتی که حضرت ابراهیم خواست که با هاجر یک جایه شود، چی گفت؟ ربی هب لی من الصالحین. خدایا پیش از آنی که من با این هاجر خانه‌داری میکنم، از درگاه تو فرزند را طلب دارم که فرزند سالم و صالح باشد، فرزند اطاعت کننده باشد. خدایا بر من نصیب بگردان. و با مادر ما و شما هاجر یک جایه شدند. از بین چند مدتی گذشت، بغایت به ابراهیم امر شد هاجر را همراه فرزندی که تولد شد، این اسماعیل بود که بالای دست هاجر بود، امر شد که این را بر سرزمین مکه مکرمه برده آنجا بسپار. حضرت ابراهیم البته در یک سین سال صاحب فرزند شدند که سین مبارک 86 ساله بود. چگونه یک فرزند دوست می داشتند، طاقت جدایی از اسماعیل نداشت. فرمان خداوندی که بود ناچار باید که اجرا شود. اسماعیل را در دست مادرش بالای شتر سوار کرد، همراه ابراهیم به سوی مکه مکرمه عزم سفر کردند. آوردند این جایی که الحال حاجی ها می روند، یک جای آباد زیارت میکنند، طواف میکنند. این به یک ریگزار مبدل بود که حتی که سبزه در اونجا نمی روید، درخت نبود، یک بیابانی گرم، یک قمستان. مورخان میگویند از بالای سر ابراهیم ابر حرکت میکرد و ملائکه صدا میداد که ابراهیم این جانه. وقتی که نزد خانه کعبه رسیدند، فرشته ها گفتند ابراهیم خدای تو امر میکند انا همین جا هاجر را بسپار. وقتی ابراهیم نظر کرد در اطراف یک آفتاب سوزان، سایگی نیست، آب نیست. هاجر را فرآورد با همراه اسماعیل و گفت هاجر پناه تو به خدا که من بازگشت باز به سوی وطن خود دارم. ابراهیم گفت این چه عمل است که بر من میکنی؟
این بیابانی هست که اینجا نه خوراک است، نه آب است، نه جای سایه است، من چیکار میکنم؟ ابراهیم گفت، هاجر گفت این فرمان خداست. هاجر به شنیدن فرمان خدا در حال سری مبارک پس کردن، گفتن مادامی که امر خدا باشد هاجر به امر خدا راضی هست. خداوند هاجر را هیچگاه خوار نمی سازد و ابراهیم پس گشتند. مورخان میگویند وقتی که روز تصفان که بود، این اسماعیل زیبا را بالای همان ریگ خوابانید و تشنگی بالای اسماعیل میگه غلبه کرد. هاجر مادر که بود طاقتی شنیدن ناله فرزند نداشت، از جای خود خیست، دوام به سوی همون کوی صفا و مروه رفت که حاجی‌ها اونجا زیارت میکنن. جستجوی آب میکرد، فرزند از تشنگی پا میزد در زمین. ناچار هاجر آب نیافت، پس گشت میآید، از زیر پای این اسماعیل زیبا یک چشمه آب جوش زده برآمده است. پاهای خورد، مثل که گویا که یگان تکنیکه حاضر زمان کنده باشد، چشمه از زیر میگه فوج میزد و بالای زمین میبرآمد. هاجر این حالت دید، به دل خود گذرانید که خداوند هیچگاه اسماعیل و مرا در این بیابان خوار نمی سازد. در حال میگد کمی همون از زمین همون مکه مکرمه اطراف همین آب محکم کرد. فکر کرد که شاید همین قدر آب باشد تا که این ذخیره میکنم به روزهای دیگر برای من فایده میدهد. مورخان میگویند اگر هاجر دمی را این پیش آب نمیگرفت، هر آینه امروز به مکه مکرمه یک دریای کلان جاری میشد. و حضرت هاجر زم زم گفتند ایست ایست، این آب میگه جای خودش ایستاد. آیسته آیسته این بیابان آباد شد، آیسته آیسته به امروزه دولت‌های خیلی کلان مبدل گشتند. از بین سالها میگذشت، ابراهیم گاها برای زیارت فرزندش می آمد. قرآن دوام این حکایت به ما و شما میکند. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراهیم شب از شبها برای زیارت هاجر آمده بود و این اسماعیل میگد به سینی، بعضی مورخان میگن به 13 رسید، بعضی ها میگن 8 ساله بود. فلما بلغ معه السعی، الک فرزند شده بود که در خدمت پدر راستا می ایستاد، برای پدر هیزم می آورد، یعنی یک دوسترویک و یک خدمتگار این ابراهیم شده بود. شب از شبها میگه ابراهیم در خوابش دید که ابراهیم از جای خود خیز و این اسماعیل یگانه خود قربانی کن. وقتی ابراهیم برای خلیل بودن او در نزد خداوند آشکار شود که ابراهیم خلیل است، ابراهیم پیغمبری هست که در سخن خودش کذب ندارد، پیغمبری هست که هر امر از خدای او می شود او را البته اختیار میکند، سحر بیدار شد. مورخان میگویند که شاید که ابراهیم گمان کرد که این خواب شاید یگان خواب رحمانی نباشد، یک چند قسم حیوانی را میگه ذبح کرد. باز شب دیگر همین خواب آمد، ابراهیم از جای خود خیز و این اسماعیل یگانه فرزند خود قربانی کن. وقتی میگه بیدار شد، در پهلوش میگه اسماعیل خواب بود و چهره همین مبارک اسماعیل نظر کرد و این حضرت میگه از خواب بیدار کرد.
و با او از این سیری خواب دیدهش چیز حکایت نکرد، بلکه به مادر او هاجر گفت امروز من یک دعوتی دارم. یک دوستی من مرا برای خود به خانه خود به مهمانی دعوت کرده است. از تو خواهش میکنم که اسماعیل را غسل ده و طهارتی خوب ده، سر او را شانه کن و هر چی لباس زیبایی که دارد بر تن او بکش. هاجر میگه از پی فرمانی ابراهیم شد، اسماعیل را شست، پاکیزه کرد، تازه کرد، سر و موی او را میگه روغن کرد، شانه کرد و لباس زیبای او را در بر کرد. و ابراهیم پنهانی از هاجر و پنهانی از اسماعیل در خلطه خود یک بند و یک کارد را گرفتند و دست اسماعیل را گرفتند. اسماعیل بازی کنان میگه به پیش ابراهیم میدوید. از این حالی خواب پدرش درک نداشت. وقتی به یک وادی رسیدند، ابراهیم در یک غم و در یک اندوه بود، زیرا در این سین و سال خدا بر او یک فرزند خیلی خوبی نصیب کرده بود. البته یک شوق و ذوق جوشی، یک پدری جوش میزد و اندیشه میکرد این چه عمل باشد، این چه کار باشد. به هر حالی که باشد خدایا من در قضای تو راضی هستم. قدم میزد. وقتی در بیابان رسیدند، ابراهیم نگاه کردند که اسماعیل با کسی صحبت دارد. از همون طرف وادی شیطان پنهان شد و گفت موضعی هست که من اسماعیل را باید که بیراه بسازم. اگر این زمان این را من وسواس کردن نتوانم، دیگر من از دست من هیچ چیز نمی آید. فریاد زد. اسماعیل گفت کجا می روی؟ شیطان سوال کرد. گفت خانه دوستی پدر رو میرم، ما به مهمانی رفته ایستاده ایم. اسماعیل گفت تو فریب میخوری، تو را پدرت برای قتل کردن برده ایستاده است. پدر تو خواب دید. اسماعیل حیران شد. گفت من باور نمیکنم. نخواد که پدر فرزند را قتل کند، نخواد که پدر فرزند را ذبح کند، حالان که ابراهیم من میبینم به نهایت مرا دوست می‌دارد و نمیخواهد که در بالای من یک پشه نشیند و خار در پای من خلد. چگونه اون روا می‌بیند که در حق من کارد را بدواند؟ اسماعیل گفت من راست میگویم. ابراهیم را خداوند امر کرده است که تو را قربانی کند. حضرت اسماعیل وقتی نام خدا را شنید چی گفت؟ اگر اسماعیل یک جانه 100 جان داشته باشد در راه خدا من اون جان را قربان میکنم. شیطان ناامید شد. ابراهیم گفت اسماعیل جان، گفت با کی صحبت داری؟ گفت از همین داخل کوه کسی با پدرت تو را قتل میکنه، تو را ذبح میکنه. و اسماعیل گفت با او سنگ بزن که او شیطان است، تو را از راه به راه میکنه. به گپ او گوش نانداز. اسماعیل خم شد و یک چند سنگ میگد به سوی همون شیطان حواله داد که امروز حاجیان اون موضع رفته و سنگ به شیطان میزنند. وقتی که به موضع مینا رسیدند، حاجیان میدانند که از مکه مکرمه از خانه کعبه به مینا چند مدت راهی هست. وقتی که به آن قربانگاه رسید که امروز حاجی ها قریب از 3 میلیون زیاد آدم در اون موضع قربانی میکنند، اونجا رسید و اسماعیل پیش خود فریاد کرد. خدا قرآن را حکایت میکند، میگوید یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری.
اسماعیل، من امشب خواب دیدم که خداوند مرا در خوابم سفارش داد که این فرزند یگانه خود اسماعیل قربانی کن. فانظر ماذا ترى، اسماعیل جان تو چی میگویی؟ قرآن حکایت میکنه فانظر ماذا ترى، اسماعیل تو چی میگویی؟ در همین حکم خداوند آیا راضی هستی؟ مفسرای قرآن میگویند، از آن جمله صاحب تفسیر ابن کثیر و انوار القرآن و میگویند ابراهیم برای چی اسماعیل را سوال کرد که اسماعیل در همین حکم خدا آیا راضی هستی یا نه؟ چی میگویی، راضی هستی؟ زیرا میگه ابراهیم به دل گذرانیده بود که من دعا کرده بودم رب حبل من الصالحین، خدایا مرا فرزند صالح نصیب بگردان. آیا همین فرزند همون فرزند صالح باشد؟ برای همین میگه ابراهیم اسماعیل را سوال کرد که اسماعیل چی میگویی؟ اسماعیل چی گفت؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ابراهیم پدر جان گفت خدای من به تو امر کرد که مرا قربانی کن؟ گفت بله امر کرد که مرا قربانی کن. گفت افعل ما تؤمر. ابراهیم مادامی که امر خدا باشد دیگر تأخیر نکن، شتاب کن. من در حکم خدای خود راضی هستم و تو مرا از فرزندهای صبر کننده میابی. این اسماعیل به سوی ابراهیم گفت. وقتی که ابراهیم از فرزند خود فلما اسلم و تله للجبین، وقتی که راضی شدن، اسماعیل هم راضی شد، ابراهیم هم در حکم خدای خود که راضی شد، اسماعیل را بر زمین خواباند. کار در دست حضرت ابراهیم بود. و اسماعیل با آن شکمی غلطیده به سوی ابراهیم چی گفت؟ ابراهیم گفت پدر جان من چند وصیت دارم، از تو خواهش میکنم که بعد ذبح من این وصیت های مرا بجا بیار. ابراهیم یک دلی لرزان و یک دلی غمگینی که داشت گفت گوش می اندازد پدری تو. جان من گفت چی وصیت داری؟ هر وصیتی که داری وصیتی تو را البته من بجا میارم، بر من خبر بده. گفت پدر گفت اول اینکه دست و پای مرا بسیار مستحکم ببند، زیرا که سختی جان، کندن جان خیلی مشکلات دارد. مبادایی که من دست میزنم، مبادایی که من پا میزنم و خون بدن من در لباس مبارک تو میپرد و این بی آدابی از طرف فرزند تو می شود و شاید در نزد درگاه خدا خوش نآید. ابراهیم گفت پدر جان گفت پا و دستی مرا مستحکم ببند. و دویم وصیتی که دارم این است که وقتی که مرا ذبح میکنی چهره مرا به سوی زمین نگاه بدار، مرا از پشت گردن ذبح کن، زیرا که شاید که این روی زیبای من و این یگانه فرزند بودن من در دل تو جوش زند و کار در دست تو کار ندهد یا کار از دست تو بغلطد و این در نزد خدای ما و تو خوش نآید. خدا رحمت کند. سوم نصیحتی که دارم ابراهیم این است که این لباسی که در بدن دارم یگانه لباس من است. الحال وقتی که تو مرا ذبح میکنی شاید که این لباس سفید من پر از خون بگردد. از تو خواهش دارم ابراهیم این کرته را از بدن من بکش، وقتی که مرا ذبح میکنی در همین لباس پاکیزه مرا کفن بکن. بعضی معرخان میگویند کرته را اسماعیل گفت، ابراهیم گفت کرته مرا از بدن من بدر کن،
و این کرته را همراه خود به مادر من هاجر ببر، زیرا که وی درک ندارد که ما در اینجا چی معامله را انجام میدهیم. ما که به مادر گفتیم خانه مهمان خانه دوست پدر میریم، مادر ما درک ندارد که اینا برای مادرم برسان و بگو یادگاری از اسماعیل است، هرگاهی که این کرته را دید در حق اسماعیل دعا کنه. بعضی مورخان را هم حکایت کردند. و دیگر وصیت من این است، گفت ابراهیم که وقتی که فصل بهار می شود و چمنزارها پر از گل لالک می شوند و لالکی رنگ سرخ دارد، وقتی این گلها را که نظر کردی از این بدنی پر از آغشته خون اسماعیل فراموش نکن و بالای تربت من در حق این فرزند خود جگرگوشه خود دعا بکن. ابراهیم به شنیدن این وصیت ها چه یک دل بریانی که داشت، باز یک باره غمگین شد و فریاد به سوی خدا زد و اسماعیل در زمین خواباند و گفت الهی این لم ترحمنی بشوم ذنبی فاغفر هذا الصبی الصغیر الذی لا ذنب له. پروردگارا گفت من یک موی سفید 86 ساله هستم، اگر در نزد تو گناهگار هستم، بی خطا نیستم. خدایا اگر با این پیغمبری من رحم نکنی، با این مسفیدی من رحم نکنی، خدایا به این فرزند من که خورد است و گناه نکرده است و به بلاغت نرسیده است، خدایا رحم این فرزند مرا بخور. و حضرت در زمین خواباندند. مورخان میگویند وقتی که ابراهیم خبری ذبح به فرزند رسانید که اسماعیل خدا امر کرده است که من تو را ذبح کنم، اسماعیل میگه تبسم کرد، تبسم به سوی پدرش ابراهیم کرد. ابراهیم گفت اسماعیل گفت من تو را خبری قتل میدهم، من تو را خبری ذبح میدهم، تو باشی تبسم میکنی؟ اسماعیل میگه گشت و گفت ابراهیم گفت پدر جان گفت وقتی که تو را نمرود در آتش می پرتافت و از تو تکلیف کرد که ابراهیم از این راه بگرد، چراتی که تو خنده کردی؟ گو خنده من برای این بود که من میدانستم که بعد آتش نمرود با خدای خود متصل می شوم، با خدای خود می رسم. اسماعیل گفت ابراهیم گو الحال تو مرا ذبح میکنی، من هم به خدای خود می رسم. با این مقصد گو من تبسم میکنم. خلاص او را میگد بر زمین خوابانید و کارد را میگد در حلقی از پشت سری میگه اسماعیل گذاشت و کارد را میگه با تمام قوه کشید. خداوند این زمان میگه پرده را از پیش چشم ملائکه ها دور کرد. زجت ملائکت السماء والارض، تمام ملائکه های آسمان میگه داد گفتن و سر خدا در سجده گذاشتن، گفتن خدایا نخواد که بگذاری که ابراهیم فرزند خود ذبح کند، خدایا نخواد که بگذاری که پیغمبر را قتل کند، پروردگارا رحم ابراهیم را بخور. ندای ملائک از آسمان بلند شد. ابراهیم میگه کارد میدوان، کارد نمی برید. ابراهیم گاون گردن باریک و آن سرگوشت فرزند خود نگاه میکرد که اذیت میکشد، عذاب میکشد. از غضب میگد همان کارد خدا برداشت میگه و در سنگ زد. نگاه کرد که سنگ دو پاره شد. گفت تقطع الحجر ولا تقطع اللحم، سنگ را پاره میکنی و گوشت را نمیبری؟ کارچه میگد به قدرت خدا یکه و یگانه به زبان آمد. گفت ابراهیم وقتی که تو را در آتش نمرود پرتافت، چرا آتش تو را نسوزاند؟ گو زیرا که خدای من امر کرده بود که یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم، ای آتش وقتی که ابراهیم در داخل تو می افتاد ابراهیم را نسوزان، ابراهیم را خنک نگه بدار، ابراهیم را سلامت به ما تسلیم کن.
میگد این کار به زبان گفت مادامی که خداوند اون آتش امر کرده باشد، پس الحال برای من از جانب خدا 70 بار ندا آمده ایستاده است که ای کار گردن اسماعیل نبر، چگونه ببرم؟ کار نمی برید. اسماعیل باشد از زیر میگه فریاد میزد پدر جان من نگفته بودم که مهر فرزندی در دل تو جوش بزند و تو قوت راندن کار نداری. نه گفت فرزند گفت من نمیدانم در این چه حکمت باشد که این کار نمیبرد. صاحب تفسیر روح البیان میگوید از حضرت جبرائیل پیغمبر خدا پرسان کرده بودند که آیا بار هم بر تو مشقت و بلا به سوی زمین آمدن رسیدگی هست یا نه؟ گفت 4 بار. گفت من بسیار عذاب کشیدگی هستم، به سوی زمین آمدن در 4 بار بسیار عذاب کشیدم. یکم این که وقتی که ابراهیم را به آتش می پرتافتند چه مشکلات بالای من آمده بود، حضرت جبرائیل گفتند. و دوم این که وقتی که اسماعیل را کارد میراند خداوند بر من امر کرد که رفته دم کارد را تغییر ده. من آمدم کارد ابراهیم را دمش تغییر دادم. این حالتم گفت برای من بسیار دشوار بود به این منظره نگاه کردن. و سوم گفت وقتی که حضرت یوسف در چاه برادرهاش پرتافتند خداوند بر من امر کرد که سنگ را معلق نگه بدار تا که یوسف بالای او نشیند. این هم برای من مشکل بود. و 4م عذابی که گفت من کشیدم این چی بود؟ این همین بود که حبیب خدا را وقتی که در جنگ احد دندان او را شهید کردند برای من خداوند امر کرد که ای جبرائیل کاری کن که خون حبیب من در زمین نچکد. اگر خون حبیب من در زمین میچکد در بالای زمین هیچ رستنی نمی روید. این زمانم گفت برای من خیلی مشقت بود. این زمان چی شد؟ این زمان وقتی که ابراهیم با این 30 سال پیرانسالی کار به حلق اسماعیل که میران یک صدا و یک ندای از آسمان شنید. چی بود؟ و نادیناه ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین. ای ابراهیم، فریاد زد خداوند، ای ابراهیم ترک کن کار را دور پرتا، به تحقیق که تو خواب خود را راست گردانیدی. این خواب بود که حقیقت بود. این هذا لهو البلاء المبین. بار دیگر ما تو را امتحان کردیم که تو از این امتحان بسیار خوب گذشتی و برای تمام مردم و ترکنا علیه الاخرین سلام علی ابراهیم. ما به مردم بسیار یک نامی نیک از سرا باقی ماندیم که همه اونها باید سلام به ابراهیم بگویند. پرتا کار خود دور پرتا. حضرت نگاه کردن که جبرائیل با یک صدای بلند یک قشقاری که مفسرای قرآن میگویند قریب 40 سال در چمنزارهای جنت چریدگی بود که خیلی فربه بود و یا میگه در دستش بند و کشاله کنان به نزد حضرت ابراهیم می آمد و صدا داد که الله اکبر الله اکبر. وقتی که ابراهیم این صدای جبرائیل شنید در حال نگاه کرد که جبرائیل است و در عوض این سخن جبرائیل چی گفت؟ لا اله الا الله والله اکبر. وقتی این منظره را اسماعیل از زیر خیست نگاه کرد که جبرائیل قشقار را میآورد در عوض اسماعیل و این ابراهیم هم نگوید، اسماعیل هم چی گفت؟ ولله الحمد. که امروز چگونه ای که سحر در نماز عید برای شما خبر دادیم که این را تکبیر و تشریق میگویند که پس 23 نماز از روز پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و روز دوشنبه تا نماز عصر بر ذمه همه ما و شما، خواه جماعت باشیم خواه غیر جماعت باشیم، و به گردن همه زنها و خواهر و مادرای ما و شما واجب است که بعد نمازی فرض خواندن 1 بار لا اله الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد را بگویند.
این هم یک مسئله فقهی است که این پیدایشش از همین جا هست. حتی به ما و شما خبر میرسد در روایت ها که کسی که این تکبیر را بعد نمازها انجام میدهد، خداوند ثواب جبرائیل و ابراهیم و اسماعیل را در نامه اعمال او کتابت میکند. یعنی این را من به همه شمایی که در دیگر محله ها میخوانین، شاید که همون پیشواهای شما از این مسئله آگاه نباشن، به اونها خبر دهین که تکبیر و تشریق بر ذمه همه اونها واجب است. باید که تا روز دوشنبه تا نماز عصر ما و شما این تکبیر و تشریق را انجام دهیم. انشاءالله این ثوابی که الحال از این منظره و از این حکایه گذشت، ما و شما با نصیب میگردیم. البته این قصه ابراهیم و ذبح فرزندش چگونه ای که در اول برای شما حکایت کردیم که دوستان خدا دائم در بلاهای زیاد گرفتار می شوند. هر جایی که البته از موضوعهای پیشین یادآور میشم که به ما و شما خبر آمده است که اولا سختترین بلاها به پیغمبر هاست، بعد از آن به دوستان خدا مثل زنجیری که پیوست است آهسته آهسته می رسد. رسول اکرم می گوید الافلاک قسیون والحوادث سهام والآدم هدف والرام هو الله و هو الرام لا یختی. دنیا به منزله کمان است میگوید پیغمبر خدا، و این بلاهایی که در روی زمین است، بلاهایی که به سر ما و شما می آید، اینها چی هستند؟ اینها تیرهای همون کمان است. و آدم باشد میگوید پیغمبر نشانه هست، و تیرزن همان خداوند است، آن چنان تیر میزند که تیر زدگی او غلط نیست، خطا نیست. حضرت مولوی هم میگوید طریق عشق جانان بی بلا نیست. این راهی که ای مسلمان ها، ای امت اسلام شما پیش گرفتین، این راه بی عذاب نیست، بی مشقت نیست. چی مشکلات های به سر ما و شما آمد، چی امروز مشکلات هایی که به سر مردم مسلمانی که در ملک های عراق آمده است، این گونه مصیبت ها به سر ما و شما آمده نیست. طریق عشق جانان بی بلا نیست. این راهی که شما پیش گرفتین این بی بلا نیست. زمان بی بلا بودن روا نیست. یک زمان خالی از بلا و از مشقت و از مصیبت، این میگد علاج ندارد، این جایز نیست. آن روز که آب و خاک بر هم زده اند، صاحب تفسیر حسینی میگوید آن روز که آب و خاک بر هم زده اند، بر طینت آدم رقم غم زده اند. خالی نبود آدمی از درد و بلا، که این ضربت اولین بر آدم زده اند. البته انسان از بلا و از مشقت خالی نیست، زیرا که این مشقت و این مصیبت و این مشکلات خداوند در خاک حضرت آدم شوریدگی بود، و امروز ما و فرزندهای او این مصیبت و این مشکلات و دیگر باز مصیبت های وزینه که آمده نیست، ما و شما البته چکار میکنیم؟ در اینها باید که تحمل کنیم و همراه صابران باشیم، چگونه ای که آیتی در اول به شما تلاوت کردیم. طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. بلا کش تا لقای او ببینی، که مردی بی بلا مردی لقا نیست. که مردی بی بلا مردی لقا نیست. میانی صد بلا خوش باش با دوست، خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست. هزارها بلا اگر به سر شما بیاید، شما دوستیتان را از خدا نکنید میگوید. چی مصیبت هایی هم که آمد از دوستی خود، از خدای خود ببینید. میانی صد بلا خوش باش با دوست، خود آنجا کو بود هرگز بلا نیست. از آنجا هرچی آید راست آید، تو کجمنگر که در کجبین وفا نیست. هرچی که می آید به سر فرزند آدم راست هستند، غلط نیستند. وقتی که شما اون خوب قبول نمیکنین و شما در او راضی نمیگردین، این حالت غضب خدا البته بیدار می شود. از این خاطر هر بلایی که
به سر ما و شما می آید حس کنیم که یک امتحان از جانب خداوندی است. چگونه ای که به سر خلیل خود حضرت ابراهیم دوبار این امتحان، چی در پرتافتن آتش نمرود و چی در ذبح کردن فرزند، حضرت ابراهیم را خداوند سنجش گذرانید که او از این امتحان چکار کرد، بر علا گذشت. و ما و شما هم باید در تمام بلاها صبر کننده باشیم و محب خداوند باشیم. این حکایت در اینجا انجام می‌یابد و الحمدلله که چند جمعه شد که ما از تولد حضرت ابراهیم با شما حکایه میکنیم و خدا خواسته باشد جمعه آینده سوالهایی که شاید از 100 یا 200 هم عددش زیاد شده است، یک جمعه هست، 2 جمعه هست، با این سوالهای شما البته جواب میگردانم. و اینجا یک برادر با طریق تعجیلی از ما یک سوال کردن، میخواهم جواب اینه بر شما میرسانم و بعدا انشاءالله دعا میکنیم. گفتن که در بسیاری جایها میشینیم و میگویند که حاجی میرزا زیارت مزارها را منع کرده است، به مزار رفتن اجازت نمیدهد و دیگر بعضی مسئله هایی که در داخلش باز به ما رسید. بر همه شما آگاه میکنم و خبر میدهم که ما زیارت قبرستان را منع نکردیم، بلکه پیغمبر خدا میفرماید شما قبرستان را زیارت کنید تا که یادآوری از وفات خودتان به یاد شما بیاید. مقصد از زیارت قبرستان این است که باید که ما و شما یادآوری از روز آخر، از روزهای آخری خود، از وقتی که ما و شما این دنیا را پدرود میکنیم، این حالت به ما و شما یاد بیاید که اینها هم مثل ما جان داشتند، قوت داشتند، شرایط داشتند، خانه داشتند، امروز ترک کردند و وارد این قبرستان شدند. ما هم روز از روزها وارد این قبرستان میشویم. البته من ضد آن زیارتی هستم که بوسه کردن قبر باشد، اگرچه قبر پدرت باشد، اگرچه قبر مادرت باشد. یا من نه، بلکه کتاب اسلام ضد او هست که شما وقتی از قبرستان یا از این مزارهایی که داریم شما حاجت طلب میکنید. بزم این حاجت طلب کردگیتان شما همت عاصی میشین، حتی از دایره ایمان و اسلام بیرون میشین. وقتی شما از این مزارها حاجت طلب میکنید، از مزار حاجت طلب کردن این کار مسلمان نیست. او قدر صدق و محبتی که شما به همون نفر خوابیده دارین، به همون مزار دارین، والله که اگر نیمی همو را بر خدای خود پیوست کنین، انشاءالله همه مراد شما حاصل می شود. باور کنین از بوسه کردن او شما گناهگار میشین. همون مزارها به شما لعنت میکنن وقتی که شما از اونها حاجت طلب میکنین. اونا خود بیچاره حاجت دارن، خود حاجت طلب، اونا محتاج دعای شما هستن. کجا که با شما را شفاعت میکنن. یا گفتن حاجی میرزا من میکند که به مزار طعام نبرین. من 100% میگم شما طعام نبرین. طعام به مزار کجا میبرین؟ در حالتی که برادر تو گرسنه است، خواهر تو گرسنه است، همسایه تو تشنه و گرسنه است. مرحمت، طعام حق اینها دارد. اگر این حضرتا این طعام های با لذیذی که شما میبرین میخوردن، امروز به این قدر و با این قیمت نمیرسیدن. برای اینها دنیا هیچ قدری نداشت. این طعام شما را وقتی که واردی اونجا می شود، بالای این جنگ جنجال می شود. برای همین از همه شما خواهش میکنم شرط مسئله را درست بفهمید. زنهای خودتانه، اون روز یک بچه به من گفت که بچه ما چشمهاش خوب نمیبینه. همان آیلم گفت که اگر همین را برده در مزار حضرت امیر جان، اگر در زمینش خوانده و همین را چند غیل بتی،
یعنی در بالای خاک همون یعنی چند غیلش بودی اگر همین چشمهاش سیاد میشود. این شرک است، این شرک است. در نزد خداوند شما گناهگار میشوین. یا جاروبی که میگیرن در بالای همون بدن شما میروند، این چی معنی دارد آخه؟ میلشو بیچاره میکند برای 4 سون، لیکن شما عقل دارین، فراست دارین. از خدا مدد طلب کنید. لکل داء دوا، همه دردها دوا دارد. امروز طبیبا از خدا را شکر، مرحمت در طبیبا مراجعت کنین. آخه 1 ماه گذشت از همون بچه‌ای که برده است همون خاکی حضرت امیر جان در خیلان دستش. گفتم چه خیال است؟ گو حالتش یک باره وزنی شده است. اینا شفاش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار مهربان این عید قربان را در خاندان همه ما و شما مبارک بگرداند و خدای مهربان همه ما و شما را به راه راست، برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت بکند. و خدای مهربان در دل این بندگان تو در این یک حیات خیلی قلیلی که دارند، بعضی مراد و مطلوبهای نیکی که دارند، خدای سزاوارشان بگردانی و خدای امت اسلام را در روی دنیا غالب بگردانی. خدای جمیع امت اسلام را، مردم مسلمان را از زحمت و دهشت این دشمنهای خدا، این یهودی‌ها، خدای خلاص بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. الحال در این مسجد ما و شما چگونه که سحر قید کردیم، خدا را شکر که زیر پای ما و شما باز یعنی به یک قالین ملایم یعنی نائل گشتیم. البته این برادرهایی که سهم کلانی در این گذاشتن و چند روز است که تعمیر مسجد، خدا را شکر پیش رفته ایستاده است. به دستگیری بعضی از برادرهایی که در این قوم جمع ما و شماست و یاردم وکیل این محله ما و شما بابای حاجی شاهین هستند و دیگر نفرهایی که دیگر یادآوری نمی کنم، روزها بسیار خدمت‌های کلانی میکنند تا که تا چند همین شرایط ما و شما بهبودی‌های زیاد پیدا کنند. حتی میری شهرم برای ما و شما زمین جدا کردند که مرحمت مثال باز برای بهبودی کردن مسجدتان تعمیر کنین. گفته این هم یک غمخواری است، این هم یک نشانه ایمانداری اسلامی هست. برای همین در حق این برادر حاجی خورشید و برادر عبدالمجید که در این قالین ما و شما سهم گذاشتند و این را از راه دور از قیراقوم برای ما و شما دسترس کردند که فقط طلب دعا دارند. خدای مهربان این برادر حاجی را عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع نصیبش بگرداند و خدایا این غیرت اسلامی را تا دم آخر همراه این برادر نگاه بدارد و خداوند فرزندهاش هم مثل خودش غیور و جسور بگرداند و خدمتگار پدر و مادر و ایمان اسلام بگرداند. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. خوش به حال همین دولتمندهایی که در راه خدا سر می‌کنند. ولی بایهای ما و شما بعضیش به غیرت های سهر ما کمی بگیم و گفتی بچه های خونان از حد گذرانیدیم، لیکن از حد گذرانیدن ما هم معنی داره. نخواد که در یک راه فسادی که تو یک رقاصه میاید رقص میکرده است که 1000 چشم گناهگار میشود، برآورده $200 $300 در دست وای میتی، تو از آخرتت فکر نمیکنی. تو 100% بدان که در $200 200 سال در دوزخ خدا میسوزی. تو 300ش کردی 300 سال میسوزی. تا چندی زیادش که همون قدر دوزخ خداوند کشاد است، قلان است. دادن بگیر، دولتی من کم نمیشود. این برای فایده شماست. $300 خواهر و اپا و اولاد اجداد تصویر کن، از او پریدن او بی تمیز و بی فراست به تو چی فایده است؟ مسجدهای شما احتیاج به یاردن دارند و ما و شما در خیال دیگر چیز هستیم.